مسئله اول سوالی که در حقوق الله از بنده از بوته سوال میکنه در ارتباط نماز است. نماز در اسلام بسیار اهمیت بزرگ دارد و در ارتباط حفظ حقوق خود ما اول چیزی که الله از ما سوال میکنه در ارتباط خون است. او رو پرسان میکنه که خون چرا شد؟ این قتل چرا کردی؟ این جنایت تو چرا مرتکب شدی؟ و خود سر این مقتول سر اینمی همشیره ما در دست دبایده نمیشه هست و زیر عرش الله استاد میشه و صدا میکنه اینمی مقتول، اینمی شهید، اینمی کشته شده که ناحق کشته شده و یک جرمی نداشته. صدا میکنه که الله از این قاتل ما پرسان کو من چی ملامت بودم در حق ازی؟ باز الله آیا عظمت یک مظلوم با دفاع نمیکنه؟ دفاع میکنه بدون شک. در پیشانی قاتل نوشته است در روز قیامت انه آیسون من رحمت الله. کدام قاتل در قسمت قتل شریک باشد؟ قاتل قتل میکنه و یک دیگه به قاتل امر میکنه و کدام جمله امر میکنه؟ بک شینش ذکر نمیکنه، اق طولش نمیگو. کلمه امر قتل اقتل میا اقتل الف و قاف و ت و لام این نصفش گفته. مثلا خدای نخواسته الله این امر در زبان ما نبره ما باید شما بگویم که اون بک بکشش نگویم و اون مورم بگیره اون مورا بکشه. در پیشونی ما نوشته میشه که از رحمت الله ناامید. بسیار قتل گناه بزرگ را داره. حال دیگه و او آدم این تو یک گناه مرتکب شد بسش است و به شما یک شهید برتان